چرا مدام گذشته رو نشخوار میکنیم؟ گیر افتادن ذهن در خاطره ها و راه های بیرون اومدن از این چرخه. اگه مغزت بلد شده نصف شبها بدترین صحنه های گذشته رو با کیفیت فولشتی پخش کنه، اگر یک جمله‌ای که 5 سال پیش گفتی هنوز توی سرت اکو میشه، اگر بعد از هر مکالمه برمیگردی و 1000 بار بازپخشش میکنی که کاش اینو میگفتم، چرا اونطوری جواب دادم؟ این اسمش فکر کردن نیست. این نشخواره. و نشخوار ذهنی یکی از بیرحمانه ترین دامهایی که مغز برای آدم پهن میکنه. نشخوار یعنی ذهن به جای حل مسئله دور درد میچرخه. نه جلو میره نه ول میکنه. فقط زخم رو دوباره و دوباره لمس میکنه. نشخوار ذهنی دقیقاً چیه؟ نشخوار یعنی برگشت وسواسی به خاطره ها، اشتباه ها، مکالمه ها و موقعیت هایی که تموم شدن. اما ذهن هنوز باور نکرده که تموم شدن. ذهن نشخوارگر دنبال پایان امن میگرده، ولی چون پایان وجود نداره خودش رو در حلقه بی پایان تحلیل حبس میکنه. نشخوار فرق داره با مرور سازنده. مرور سازنده به تصمیم جدید ختم میشه. نشخوار به خستگی، اضطراب و فرسایش. چرا مغز این کارو میکنه؟ 1. توهم کنترل. مغز فکر میکنه اگر گذشته رو 1000 بار بجوه میتونه اتفاق رو اصلاح کنه. در واقع نشخوار یک توهم کنترله. انگار با فکر کردن میشه زمان رو عقب کشید. 2. مغز دنبال خطر میگرده. سیستم بقا عاشق اسکن خطره و وقتی تجربه دردناک داری ذهن اون رو مثل هشدار امنیتی نگه میداره تا مبادا دوباره تکرار بشه. 3. زخم‌های حل نشده عاطفی. نشخوار اغلب روی خاطره هایی میچرخه که هیجانشون پردازش نشده. اتفاق تموم شده اما هیجان توی بدن مونده. چرا بعضی خاطره ها گیر میکنن؟ مغز ما چیزهای ناتموم رو سخت‌تر رها میکنه. این دقیقاً همون مکانیزمیه که توی اثر زیگارنیک هست. کارهای ناتموم، مکالمه های نیمه کاره، عشقهای بی پایان، همه بیشتر از چیزهای بسته شده توی ذهن میمونن. هر خاطره‌ای که پایان هیجانی نداره کاندیدای نشخوار شدنه. نقش مقایسه و شبکه‌های اجتماعی در نشخوار. هر بار که زندگی الانت رو با نسخه فیلتر شده بقیه مقایسه میکنی ذهن برمیگرده عقب. اگر اون تصمیم رو نمیگرفتم، اگر با اون آدم میموندم. نشخوار با حس کم بودن تغذیه میشه و هرچه عزت نفس لرزانتر نشخوار قوی‌تر. بدن چطور نشخوار رو نگه میداره؟ نشخوار فقط فکر نیست، الگوی بدنیه. سفت شدن فک، حبس نفس، دلدرد یا فشار سینه. بدن هنوز در وضعیت خطر گذشته گیر کرده. اینجاست که انعطاف پذیری عصبی بهت میگه الگوی نشخوار قابل بازنویسیه، به شرطی که بدن تجربه جدید بگیره. چرا بعضی‌ها بیشتر نشخوار میکنن؟ کسانی که در کودکی زیاد سرزنش شدن، آدم‌هایی با کمالگرایی بالا، کسانی که شرم حل نشده دارن، افرادی که مرز عاطفی ضعیف دارن. نشخوار اغلب تلاش ناخودآگاه برای اصلاح خوده، نه اصلاح موقعیت. چطور از چرخه نشخوار بیرون بیاییم؟ 1. تشخیص بده این نشخواره، نه تحلیل. 2. بدن رو وارد بازی کن. 3. پایان هیجانی بساز. 4. بازنویسی روایت. 5. تمرین حضور در اکنون. جمع‌بندی. نشخوار یعنی ذهن به جای رها کردن گذشته اون رو به سلول انفرادی تبدیل کرده.
ذهن تا وقتی فکر میکنه هنوز کاری باقی مونده رها نمیکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید.